برو رو گیری. ماشاءالله. بزن. آقا اینجا رو ببین، قالبای ژامبون تنوری میاد داخل نون، 10 برگ ژامبون گوشت و مرغ داره، یه برگر بالا، یه برگر وسط، 3 تا فیله مرغ مزه‌دار شده و در نهایت 2 تا دونه هات داگ میاد داخل این ساندویچ. سینا رگا رو ببین. این قشنگ سنگینه. آقا اصل داستان اینه، پیتزای کباب ترکی با این دونرای خوشمزه ببین چی قراره بشه. اومدیم یکی از قدیمی ترین فست فودای منطقه ستارخان، نشاط مفید، دقیقاً جنب خود پاساژ مفید با یه سابقه بسیار بالا. بریم ببینیم داستان چیه. خب داداش احمد چی میخوای برامون بزنی؟ ساندویچ سوپر ویژه. آره تو کارش. 5 ورق ژامبون مرغ میزنیم، 5 ورق هم ژامبون گوشت میزنیم. ماشاءالله. سینا جان ببین یه مشت قارص می‌ریزیم توش. یه مشخار زیاد روی ژامبون گوشت و مرغ.